سلام دوست عزیز من، حال احوالت؟ حسین زاره هستم با بیش از 10 سال سابقه آرایشگری. مو هم دارم، کلاه اگه میذارم. توی این قسمت قرار پیدایش آرایشگری رو با هم دیگه یه چنگی بزنیم، ببینیم اصلا از کجا شروع شده. طبق آخرین تحقیقاتی که باستانشناسا انجام دادن، آرایشگری برمیگرده به 6000 سال پیش. حالا کم و بیشو خودشون میدن، یعنی هلوش 2 عصر. هر عصری هم 2500 ساله. نوشتاری میگن، حالا توی تقویم که مینویسن میگن 2500 سال یک عصر تلقی میشه. منتها واقعیت حقیقیش اینه که 2250 الی 2300 سال یک عصر حساب میشه. یعنی برمیگرده به 2 عصر قبل که اولین کشور یا اولین حالا جایی که استارت خورده مصر بوده که یه چند تا تیغه تیز شده از جنس مس و برنز پیدا کردن. کلا مصر یک کشور خیلی عجیبیه، خیلی جاهاش هم من به نظرم هنوز پیدا نکردم. توی این ایام روزگاری که میگذشت، روم باستان هم اونجا خیلی اهمیت میداد به تمیزی و آراستگی. مصر جایی که استارت خورده کار آرایشگری، یه الهه زیبایی داشتن که خیلی اصلا به ظاهر و بو و آراستگی اهمیت میداده. جوری بوده که اغلب آدماش معمولا ذهنای ثروتمندی داشتن مصریا. واسه همینه میگم یه جای خارق العاده ای هست توی یه همچین لوکیشنی از دنیا، توی زمین ذهنای خیلی ثروتمندی داشتن که هنوزم واقعا خیلی چیزاشو رمزشو پیدا نکردن. خلاصه یه الهه زیبایی داشتن و اینا وقتی میرفتن همون روغن و چه میدونم خیلی از عطر و ادکلونای اون موقع اون روزگار رو با خودشون میبردن و کلی استفاده حالا پوستی مویی انجام میدادن. روم باستانم از این مقوله جدا نبود و خودشو میآورده جلو توی کارهای آرایشگری که توی خیابون یه صندلی میذاشتن و ریشا یا موها رو، البته ریشا رو نگه میداشتن، موها رو میزدن و ریش رو قدرت، خرد و سخاوت میدیدن ریشو. تنها پادشاهی هم که هم سر و ریشو میزد فقط اسکندر مقدونی بود بین کل پادشاهی اون دوران. خلاصه کار آرایشگری گسترش پیدا میکنه و جای جای دنیا رو فرا میگیره و شروع میکنن به نظافت شخصی. حتما کلمه 7 قلم آرایش به گوشت خورده. این موضوع برمیگرده به همون پیدایش